زیاد شده؟ میخوای بریزیش دور؟ نه بابا، بیا تا بهت بگم چیکار کنی. ما با هم زندش میکنیم. نگاه کن، من یه مقدارشو میریزم توی این ظرف که بتونی رنگشو ببینی. ببین چقدر زرده. اینو نمیتونیم توی کارهای رزینیمون استفاده کنیم، اما من الان برات یه جوری زندش میکنم که بتونی توی هر کاری ازش استفاده کنی. برای اینکه زردی هاردنرتو بگیری فقط به رنگ جوهری بنفش احتیاج داری. رنگ جوهری تو برمیداری و با یه چوب یه مقداری رنگ جوهری بنفش رو میزنی توی هاردنرت. نگاه کن، بیا ببین. کم کم اضافه میکنم که یه دفعه خیلی نشه و فقط بتونم که زردی هاردنرم رو از بین ببرم. مرحله به مرحله که رنگ جوهری بهش اضافه میشه رنگش هم سفید میشه. نگاه کن، همین الان اختلاف رنگش مشخصه. دوباره یه مقدار دیگه و حالا یه مقدار دیگه باز من بهش اضافه میکنم که کامل سفید بشه. ببین، این بود و این شد. زندش کردیم.